اکای تشریف همون هفتم سیزا چی همون رفته و خدمت با الو لبای سلام علیکم. سلام علیکم. اینجا بو وایم کمتای. بله کمیسریات حربی جمهوری تاجیکستان. نفر شما کی؟ مخالکی گپ بزنم اکا. من نقبدار همین وای کمیسریات. سلام علیکم. با سلام. سه برادرها آها میخوام که با خواهش خودمان آها با خدمت حربی رویم خدمت کنیم وطن دست. سه برادران ما سه برادر با خواهش خودمان میخوام که خدمت کنیم اکا. یک آفرین پدرتون به رحمت مادرتون به رحمت. این واقعا خیلی تاریخی که من همین سال قریب 2 سال شد هیچ کس به خواهش خودش خدمت به نامد، لیکن پدر و مادر شما به رحمت معلمان شما به رحمت که اینا ببینید از یک خانه 3 برادر با خواهش خودشون میخوان که به صف قوای مسلح داخل شده خدمت مادر وطن کنند. ما از سراغ شما گرفته انا بدن شما رو به واسطه تلویزیون رادیو نمایش داده، به واسطه گازت ژورنال و مجله خورپشتک و مجله علدین. مالی مجله اوقات خیلی اوقات خوب است. 3 وقت اوقات گرم میده سر لباس میپیتید. ما میندار خودم رو الکی به شما بیان نموده، با پدر و مادر شما میندار خودم رو بیان میکنیم که سراغتون گاز حال ما رفته شما با ماشین آورده با شما مثلا بلیط حربی می‌رسید با پدر و مادرتون مکافات پولی مالی داده میشود. تشکر به شما که تشکر به پدر و مادر که همین فرزندای بنانگو بناموس تربیت کرده است. سراغتون گاز زنید. سراغ هفتم چی؟ 7 کیلومتر می؟ نه هفتم ترما